دو کنوانسیون به خصوص در این زمینه وجود داره، کنوانسیون های شماره 155 و 187. ما با وزارت محترم امور کار اجتماعی همکاری میکنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر نسبت به ارتقای موضوع در افغانستان کار صورت بگیره. من اشاره کردم در صحبت‌ها که ما از وزارت محترم کار امور اجتماعی شنیدیم، همونطور که ما ترویج میکنیم موضوع گفتگوی اجتماعی رو که قرار هست یک کنفرانس ملی کار در افغانستان انشالله برگزار بشود. من از این فرصت استفاده بکنم و اولا ما استقبال میکنیم و حمایت میکنیم از این ابتکار و همینطور تشکر بکنم از همکاران ملل متحد، چون ما بحث‌های خوبی داشتیم با دیگر سازمان‌های ملل متحد، یعنی سازمان بین‌المللی کار و دیگر سازمان‌های ملل متحد در این زمینه گفتگوهای خوبی داشتن. Just if you allow me, it's worth adding that we, the UN family, have duly discussed this matter, the matter of National Labour Conference, and have collectively put forward a set of topics and thematic matters to be addressed by the National Labour Conference. I take the opportunity to sincerely thank my colleagues, all the UN colleagues, for their interest and valuable contributions and inputs into this endeavour. Well, I'm confident that our exchanges today could effectively contribute to the preparations pertaining to the National Labour Conference. امیدوارم بحثایی که امروز داریم بتونه مقدمه‌ای باشه و برای آمادگی هرچه بیشتر برای کنفرانس ملی کار که انشالله به زودی برگزار خواهد شد و تاریخش توسط وزارت محترم کار امور اجتماعی متعاقباً اعلام خواهد شد. یک نکته دیگه من عرض بکنم و خاتمه بدیم به این مقدمه، اینکه ما سازمان بین‌المللی کار ترویج می‌کند کار شایسته رو برای همگان. یعنی مندیت اساسی و اصلی سازمان بین‌المللی کار ارتقای عدالت اجتماعی و ارتقای کار شایسته برای همگان هست. ما اخیراً سازمان بین‌المللی کار اخیراً فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های خودش رو در افغانستان گسترش داده است و تا بتونه هرچه بیشتر به اعضای سه جانبه خودش سازمان، حالا ما وقتی که موضوع سه جانبه رو مطرح می‌کنیم، سازمان بین‌المللی کار یک سازمان سه جانبه است، یعنی متشکل از دولت‌ها، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی هست و ما فعالیت‌های خودمان رو در افغانستان گسترش دادیم تا بتونیم هرچه بیشتر به اعضای سه جانبه سازمان و مردم شریف افغانستان در ارتقای کار شایسته کمک بکنیم و امیدواریم که این برنامه‌ها و این پروژه‌ها مؤثر باشه و بتواند زمینه‌های ایجاد کار شایسته برای همگان رو فراهم بکنه. امیدوارم که بحث‌های خوبی امروز داشته باشیم. من مجدداً تشکر می‌کنم از همه، همینطور از رسانه‌های جمعی برای توجهی که به این موضوع بسیار مهم داشتند و انعکاسی که در این زمینه خواهند داشت و بذارید دست به دست هم بدیم و همه به همدیگر یاری بکنیم برای ارتقای کار شایسته در افغانستان. لهر څه مخکې د کار او کارګرو د ورځې د افغانستان کارګرانو او د نړۍ ټولو کارګرانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا چې افغانستان د څو لسیزو ناخوالو په نتیجه کې افغانستان کې کار او کارګرو ډیر لوی زیان لیدلی او د همدې ناخوالو په نتیجه کې ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي دي. د افغانستان اسلامي امارت کارګرو حقوقو ته ژمن دی او د دوی د حقوقو د ساتنې لپاره قوي اراده لري او د کارګرو حقوقو ساتنې لپاره هر نظام مکلف دی چې خپل نظارت ولري. دا منم چې د کارګرو د حقوقو ساتنې لپاره د کار قانون درلودل او د هغه تطبیقول په ټولنه کې اړین دي. همدې مخې ته په کتو
د کار اړوند قوانین، پالیسۍ، کړنلارې او نور اسنادو د پلي کېدو په مخه اقدام وکړو چې د بیلګې په توګه وکولی شو په کار قانون د بیا کتنې او هم د کار موندنې ملي پالیسي څخه یادونه وکړو چې د راتلونکو قانوني پړاوونو ترسره کولو لپاره چمتو شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځان مکلف ګڼي ترڅو خوندي هوسا، کاري چاپیریال، غوره او د معیاري کار زمینه برابر کړي. به همه کارفرمایان و حکام جهان لازم است تا پاس خدمات و ایجادگری این زحمتکشان را داشته و به ارزش نیروی پربهای انسانی ایشان ارج گذاشته و حقوق کارگران را طور مکمل با در نظر داشته ارزش تولید ایشان بپردازند. نکته مهمی که باید تذکر داده شود موضوع عدم پرداخت حقوق تقاعد متقاعدین کشور، موضوع عدم پرداخت حقوق تقاعد 3 ساله کارگران و کارکنان متقاعد دولتی افغانستان است که این معضله متقاعدین کشور را با فقر و مصیبت دچار ساخته و در این مورد توجه خاص و جدی مقامات محترم ذی‌ربط و ذی‌صلاح امارت اسلامی افغانستان را خواهانم، زیرا این حق مشروع و قانونی کارگران و کارکنان متقاعد بوده و می باشد که هیچ کس از این حق در سطح ملی و بین المللی چشم پوشی کرده نمی تواند. از مراجع محترم ذی‌ربط و قانونگذاری می خواهیم و طلب داریم تا در مورد وضع و تطبیق قوانین عادلانه در همه بخش‌های کاری و تولیدی کارگران اما از سکتور خصوصی و دولتی اقدامات لازمه و فوری روی دست گرفته و با مشکلات و آلام عدیده کارگران افغانستان خاصتا در بخش سکتور خصوصی که در این بخش حقوق کارگران به شکل بیرحمانه پایمال می شود توجه خاص و جدی مبذول نمایند. جامعه شناسان همیشه جامعه را به طبقات مختلف تقسیم بندی کردند که یکی از اونا طبقه کار و کارفرما یا سرمایه گذار و کارگر است که کارگر در مقابل کارش مزد حاصل میکند و این که برای امر معاش کار میکند تا حقوق بگیرد او کارگر است. چی خوب می شود که کارگر را به نام مردکار یا مزدورکار در افغانستان خطاب نکنیم، چون هر شخصی که در مقابل کارش مزد حاصل میکند کارگر است. باید از فرد کارگر چنین توصیف شود: چون یک استاد دانشگاه، یک انجینیر ساختمان یا یک مامور دولت، باید گفت این طبقه زحمتکش هستند. زحمت زیاد را متقبل شدند تا جایگاه برسند. باید گفت شخص زحمتکش، نه این که کارگر یا مردکار یا مزدور. معیار قانون کار باید گفت شخصیت کارگر باید حقیقی باشد، نه حقوقی، چون در مقابل حقوق کار خود باید از مزد حاصل کند و یا دریافت نماید. مسئولیت کار در جریان کار در عین وظایف کار. نظر به بررسی هایی که بررسی شده 90% حوادث ناشی از کار به دلیل خطای انسانی و سرهنگاری رخ می دهد. ساعت کاری کارگر در افغانستان باید از 8 ساعت باشه و در هفته باید در روز 7 الی 7 ساعت یا 2 دقیقه باشد و در هفته 44 از او زیادتر تجاوز نشود. اگر تجاوز شود باید بر از او خانم یا آقایی که کار میکنند بعد از وقت باید اضافه کاری داده شود نظر به توان فیزیکی از او شخص. ما به نمایندگی از تمام زنای افغانستان در بخش کارآفرینی و در بخش شغلزایی از مقام امارت اسلامی افغانستان و از نهادهای تمرین کننده کار این خواهان کار هستم که بتانند در بخش کارآفرینی به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری، به خاطر ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان همیشه سعی تلاش کنند و یک چارچوب و یک ساختار را در چوکات کاری جور کنند تا بتوانیم ما مردم افغانستان بعد از این منبع دست به دست یکی دیگر داده در رفاه اقتصاد کشور همیشه سعی بودیم و باشیم. تشکر از توجهتان.